دشمنم نخوره، جان من فدای حرف پیغمبرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد. سلام کردن به انسانها محبت و دوستی را در بین آنان ایجاد کرده و افزایش می دهد و انسان را به بهشت راهنمود می سازد. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: سوگند به کسی که جان من در دست اوست وارد بهشت نمی شوید تا اینکه ایمان داشته باشید و ایمان نخواهید داشت تا آنکه همدیگر را دوست داشته باشید. و یا شما را راهنمایی کنم به چیزی که اگر آن را انجام دهید همدیگر را دوست خواهید داشت. سلام را در میان خودتان پهن نمایید. روایت مسلم. سلام کردن به دیگران یکی از آداب خصوصی اسلامی است که خداوند متعال به مسلمانان ارزانی داشته است تا بین آنان الفت و محبت، هماهنگی و پیوند قلبی ایجاد شود. خداوند متعال در آیه 86 سوره نساء می فرماید: استعیذ بالله و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. صدق الله العظیم. یعنی هرگاه که به شما سلام داده شد بر شما لازم است که بهتر از آن سلام و تحیه را یا آن که مانند آن را پاسخ بگویید. چگونه باید سلام گوییم؟ کسی که سلام دهد باید بگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و نیز پاسخ دهنده نیز بگوید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و این کیفیت سلام دادن و پاسخ آن از احادیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم استنباط شده است. از عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت است که مرد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت السلام علیکم، یعنی سلام بر شما. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جوابش را داد و او نشست، یعنی و علیکم السلام گفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند 10. باز شخص دیگری آمد و گفت السلام علیکم و رحمت الله. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جوابش را داد و او نشست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند 20. باز هم نفر دیگری آمد و گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جوابش را داد و او نشست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند 30. روایت ترمذی و ابو داود. شارحین احادیث نبوی می فرمایند هر یکی از کلمه های سلام، رحمت و برکت 10 ثواب دارد که همگی 30 ثواب می شود. از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت است که شخصی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسید اسلام چی کسی بهتر است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودند اسلامی کسی که به افراد شناس و ناشناس سلام گوید و گرسنگان را طعام دهد. روایت بخاری باب افشای سلام. بعضی از آداب سلام کردن: 1. نباید با اشاره به یکدیگر سلام کرد مگر آنکه هنگام اشاره کردن با زبان هم سلام کنید. 2. اگر فرد مقابل خواب است نباید با صدای بلند چنان سلام کرد که از جواب سلام بیدار شود. در این حالت لازم است با صدای کوتاه و پست سلام کرد به گونه ای که شخص نشسته آن را بشنود ولی آن کسی که خواب است از خواب بیدار نشود. امام مسلم حدیث را روایت کرده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنان سلام میکردند که شخص خوابیده را بیدار نمیکردند و فقط شخص بیدار آن را میشنید. روایت مسلم. 3. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند
سوار بر پیاده، ایستاده بر نشسته، افراد کم به افراد زیاد، خردسال به بزرگسال سلام دهد. روایت بخاری. چهارم، هنگام ورود به خانه سلام کردن سنت و مستحب است. خداوند در سوره نور آیت 61 می فرماید: استعیذ بالله فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیة من عند الله مبارکة طیبه. صدق الله العظیم. یعنی هرگاه که وارد خانه هایتان شدید بر خودتان سلام کنید. این سلام هدیه پربرکت و پاک از جانب خداوند بخشنده است. پنجم، مسلمان نباید اول ابتدا به کافران سلام کند. یعنی با کافران در سلام دادن پیش دستی نکند. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: یهود و نصارا را به سلام ابتدا نکنید. روایت مسلم. پس اگر آنها ابتدا به سلام کردند در جواب بگویید و علیکم. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند. از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه اهل کتاب بر شما سلام کردند شما بگویید و علیکم، یعنی و بر شما نیز. ششم، سنت است هنگام برخاستن از جلسه، یعنی از مجلس، وقتی که انسان برمیخیزد باید سلام کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این بابت فرمودند. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه یکی از شما به مجلس برسد باید سلام کند و هرگاه قصد کند که برخیزد باید سلام کند، زیرا سلام اولی از دومی سزاوارتر نیست. یعنی هر دو سلام در سنت بودن و ثواب با هم برابرند. روایت ابو داود و ترمذی. خداوند همه ما را توفیق زنده کردن این سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را نصیب روزی بگرداند و همه ما را از جمله پیروان سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و سنت اصحاب پیامبر رضوان الله علیهم اجمعین بگرداند. آمین یا رب العالمین.